فوتبال از کجا اومد؟ چی شد که فوتبال شد؟ چی شد که فوتبال به قول بعضیا شد آینه تمام نمای جوامع انسانی؟ چه چیزی فوتبال را از ورزش‌های با سابقه المپیکی یا بقیه ورزش‌های تیمی و توپی متمایز میکنه؟ قدم اول تلاش برای جواب دادن به این سوالها اینه که با هم به دل تاریخ بریم. من شهاب هستم و این دومین قسمت از معمای فوتباله. مدعی‌های اختراع فوتبال کم نیستن. روایت‌های زیادی در تاریخ درباره انواع ورزش‌های توپی وجود داره که ضربات پا جزء اصلی بازی بوده. حوالی 2500 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی حدود 4500 سال قبل، در تمدن‌های اولیه مثل مصر باستان، بازی‌های توپی وجود داشته که با اینکه با فوتبال امروزی هیچ شباهتی غیر از توپ نداشتن، ولی احتمالاً اگه نبودن امروز هم فوتبالی وجود نداشت. برای اینکه بهتر متوجه بشیم که از چه زمانی حرف میزنیم، میشه گفت با در نظر گرفتن مرزهای امروزی ایران برای اون دوران، ایران در عصر برنز آغازین به سر میبرده. یعنی تازه اولین پادشاهی ایلامی در شوش شکل رسمی به خودش گرفته، شهر سوخته سیستان هنوز نسوخته بوده، حدود 1000 سال تا ساخت زیگورات چغازنبیل و حدود 2000 سال تا تولد کوروش باقی مونده. در اون دوران و در مصر باستان توپ‌هایی از کتان ساخته می‌شدن و حتی نقل شده که برای بالا اومدن بهتر توپ‌ها رو از ربات و تاندون حیوانات می‌ساختن. حدود 500 سال بعد، یعنی حوالی 2000 سال قبل از میلاد مسیح، در یونان باستان یک بازی توپی تیمی اختراع میشه و رواج پیدا میکنه به اسم اپیسکیروس یا فاینیندا. در این بازی دو تیم 12 تا 14 نفره توی زمینی که 3 خط سفید داشته قرار می گرفتن و مشابه فوتبال امروز یکی از خطها پشت تیم اول، یک خط بین دو تیم و یک خط هم پشت تیم دوم کشیده می شده. به خط بین دو تیم اسکیروس می گفتن و گویا هدف از بازی این بوده که هر کدوم از دو تیم بتونن از طریق پاسکاری، پرتاب یا ضربه با پا تیم مقابل رو مجبور بکنن که به پشت خط سفید زمین خودش بره، برنده بازی می شدن. قوانین این بازی شاید بیشتر شبیه به راگبی یا حتی هندبال امروزی به نظر بیاد. جالبه که این بازی محدود به مردان نبوده و زنان هم درش شرکت داشتن و البته برای تصاحب توپ تقریبا هر حرکت خشنی آزاد بوده. شواهدی هم هست که توپ کتانی این بازی هم خیلی سنگین بوده و هم لایه‌ای از مو دور توپ دوخته می شده. جالبه که در موزه باستانشناسی ملی آتن یه گلدون باستانی وجود داره که روش یه جوان برهنه انگار داره با زانو توپ رو کنترل میکنه یا شاید هم داره روپایی میزنه. به پیشنهاد پیر دولونی، رئیس اسبق یوفا و کسی که اجرا کننده اولین مسابقات یورو بوده، این تصویر سالهای زیادی روی کاپ قهرمانی رقابت‌های یورو حک شده بود. داستان زدن این تصویر روی کاپ قهرمانی یورو هم در نوع خودش جالبه که جلوتر بهش اشاره میکنم. بگذاریم و برگردیم سر تاریخ و این بار امریکای جنوبی و منطقه‌ای که امروز مرزهای کشور کلمبیا است. حدود 1000 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 3000 سال قبل، قبایل آزتک، اولمک، مایا و اینکا یک بازی توپی انجام میدادن به اسم اولاما.
این بازی در یک زمین شبیه استادیوم‌های امروزی بازی می‌شده به اسم تلاکتلی و همه مردم هم برای تماشا به اون تلاکتلی می‌اومدن. این بازی فقط یک ورزش یا بازی ساده نبوده و یک سری جنبه‌های اعتقادی و ماورایی برای مردم اون زمان و مکان داشته و بیشتر به شکل یک آیین بهش نگاه می‌شده. زمین بازی شبیه یه حرف آی انگلیسی بوده و بازیکنان هر تیم باید با استفاده از ضربات پا و دست توپ گرد و انعطاف پذیر بازی رو که از لاتکس طبیعی درختان هم ساخته شده بوده از خط انتهای زمین حریف میگذروندن. جالبه که چند قرن بعد هدف این بازی تغییر میکنه و میشه گذروندن توپ از دو حلقه فلزی در انتهای زمین حریف، یعنی چیزی شبیه بسکتبال امروزی منتها با حلقه های عمودی و امکان استفاده توأم از دست و پا. حدود 500 سال دیگه میایم جلو و میرسیم به 500 سال قبل از میلاد مسیح و روم باستان. بازی اپیسکیروس از یونان به روم باستان میره ولی گویا قوانینش کمی عوض میشه. بازی رومی که اسمش هارپاستومه خیلی شبیه بازی دسترشته امروزی بوده، یعنی یک تیم که مالک توپ بوده باید توپ رو با پرتاب و ضربات دست و پا در اختیار خودش نگه می داشته و تیم مقابل هم در تلاش بوده که اون توپ رو به هر نحوی توی محدوده زمین بازی از تیم مالک بدزده. در شهر سینج کرواسی سنگ قبری از اون دوران پیدا شده که یک پسر نوجوان یه توپ هارپاستوم رو دستش گرفته. پوسته بیرونی این توپ خیلی شبیه به توپ‌های فوتبال امروزیه و از تیکه‌های 5 زلی و 6 زلی ساخته شده، یعنی شبیه توپ 40 تیکه امروزی. جالبه که نقل قولی از جالینوس پزشک معروف یونان باستان هست که در وصف بازی هارپاستوم میگه این بازی بهتر از کشتی یا دویدنه، چون همه جای بدن رو درگیر میکنه، زمان کمی نیاز داره، تقریبا هیچ هزینه‌ای نداره و البته تمرین خوبی برای استراتژی چیدنه. بالاخره 3 قرن بعد، یعنی حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح، اولین بازی توپی مختص ضربات پا در چین و در دوران امپراتوری هان اختراع میشه. بازی به نام کوجو. روایت هایی هست که ریشه بازی کوجو به بعد از جنگ ها برمیگشته که سربازهای پیروز با ضربات پا و پاسکاری و حتی شرط بندی روی تعداد ضربات سر بریده شده سربازهای لشکر مغلوب رو به نقطه مشخصی هدایت میکردن برای تلمبار کردن. اما اصل بازی کوجو اوایل یک تمرین نظامی با توپی پر شده از پر پرندگان بوده برای آماده نگه داشتن بدن سربازا و افزایش تمرکز اونها روی اجزای بدنشون و البته قدرت پاهاشون. قانون بازی هم خیلی شبیه به فوتبال امروزی بوده. 2 گروه باید بدون استفاده از دست توپ رو وارد یک دروازه توری می‌کردن. یعنی یک نوعی از فوتبال با یک گل که شاید شبیه چیزی باشه که ما قدیما توی کوچه‌ها بازی می‌کردیم و بهش می‌گفتیم دریبل تو گل. بعدتر و به دستور یکی از شاهان چین به اسم وودی، این بازی به طبقه اشرافی چین و داخل دیوارهای امارت‌های سلطنتی راه پیدا میکنه. در این دوره یک سری زمین‌های مخصوص بازی کوجو برای اشرافزادگان ساخته میشه به اسم جوچانگ که در انتهای زمین هر تیم 6 دروازه هلالی شکل وجود داشته. چند قرن بعد، یعنی حدود سال 600 میلادی، یک تحول مهم دیگه در بازی کوجوی چینی و در دوران امپراتوری تانگ اتفاق میافته و اون جایگزینی توپ پر از پر با توپی دولایه است که از هوا پر میشه. اتفاق مهم دیگه این دوران تبدیل دروازه‌های کوجو به چیزی شبیه گل‌های امروزیه، یعنی استفاده از 2 تیرک عمودی هم ارتفاع و نصب تور روی یک حلقه با ارتفاع مشخص بین این 2 تیرک. البته کوجو در این دوران به 2 شکل بازی می شده. یکی قرار گرفتن گل‌ها در 2 انتهای زمین بازی که دقیقاً شبیه فوتبال امروزه و دومی هم قرار دادن فقط 1 گل در میانی زمین. توی این دوران دیگه بازی کوجو یواش یواش شروع میکنه که از انحصار طبقه اشرافی بیرون بیاد و جالبه که انجام این بازی بین زنان هم بسیار رواج پیدا میکنه.
شهر چانگان، پایتخت امپراتوری تانگ، پر میشه از زمین‌های کوجو. البته همچنان اکثر تیم‌ها رو نظامی‌ها و طبقه اشرافی تشکیل میدن و مردم کوچه و بازار بیشتر نظاره‌گر این بازی بودن. حدود 300 سال بعد، یعنی سال 900 میلادی و در دوران امپراتوری سونگ، کوجو به بازی و ورزش کوچه و خیابان تبدیل میشه و دیگه این بازی جنبه تبلیغاتی و تجاری پیدا میکنه. توی این دوران 2 گروه بازیکن حرفه‌ای این بازی رو انجام میدادن. یک گروه که فقط برای بازی در زمین‌های سلطنتی و لذت و احتمالاً شرط‌بندی طبقه اشرافی آموزش میدیدن و بازی میکردن و گروه دوم شهروندان عادی بودن که با بازی کردن کوجو جلوی مردم امرار معاش میکردن. قبل از اینکه نیم قرن بعد و در دوران امپراتوری مینگ ورزش کوجو آروم آروم در چین به دست فراموشی سپرده بشه، این بازی الهام بخش یک بازی مشابه در یکی از همسایگان شرقی چین یعنی ژاپن میشه. ژاپنی‌ها در دوران‌های هیان و کاماکورا، یعنی اواخر هزاره اول و اوایل هزاره دوم میلادی، کوجو رو ژاپنیزه میکنن و اسمش رو میذارن کماری. کماری یک ورزش غیر رقابتیه که هنوز هم در مناطقی از ژاپن در روزهای خاص بازی میشه. حتی جورج بوش پدر، رئیس جمهور اسبق آمریکا، وقتی که برای یک سفر به ژاپن رفته بوده، این بازی رو انجام داده که عکساش هم هست و من روی نسخه ویدئویی پادکست در یوتیوب میذارمشون. هدف از این بازی نگه داشتن توپ روی هوا از طریق ضربات هر جایی از بدن جز دست هاست، طوری که توپ روی زمین نیفته. جایی که من بزرگ شدم به این بازی میگفتیم توپ تو هوا یا توپ رو هوا. به توپ این بازی ماری گفته میشه که طریقه ساخت جالبی هم داره. اول پوست آهو طوری که سمت مودارش داخل و قسمت چرمیش بیرون باشه رو به شکل کروی در میارن و با دونه های جو پر میکنن. وقتی که لایه چرمی پوست آهو به خودش یک شکلی گرفت، دونه های جو رو بیرون میارن و تکه های چرمی با پوست اسب به هم دوخته میشن و یک توپ چند تیکه چرمی ساخته میشه. در این بازی به کسی که ضربه رو به توپ میزنه ماریاشی گفته میشه و یک ماریاشی خوب یه جوری به توپ ضربه میزنه که دریافت کننده خیلی راحت بتونه توپ رو کنترل بکنه و به نفر بعدی پاس بده. این بازی در یک زمین صاف و به مساحت 6-7 متر مربع انجام میشه و هرچه بیشتر توپ بالا نگه داشته بشه، بازی لذت بیشتری برای انجام دهندگان و بینندگانش داره. کماری در شهر کیوتوی اون زمان خیلی پرطرفدار بوده و اول از طبقه آریستوکرات جامعه به طبقه سامورایی و بعدتر به مردم رسیده. در همین دوران محمود کاشغری، زبانشناس و محقق معروف که اوایل هزاره دوم میلادی اولین فرهنگ لغت ترکی رو گردآوری کرده، در جایی از این کتاب فرهنگ لغت از یک بازی به اسم تپوک صحبت میکنه که بین ترک‌های آسیای مرکزی رواج داشته. توی این بازی تیم‌ها سعی داشتن که توپی ساخته شده از پوست گوسفند رو با ضربات پا به قلعه‌های ساخته شده از سنگ همدیگه بزنن. جالبه که به گفته کتاب این بازی انقدر رواج داشته و منجر به دعوا و نزاع بین آدم‌ها می‌شده که حاکمان محلی اون رو ممنوع می‌کنن و حتی بازی کردنش در حد یک گناه اعلام میشه. اسناد دیگه‌ای هم در مورد بازی‌های باستانی مشابه فوتبال وجود داره که توسط بومی‌های گرینلند و بومی‌های استرالیا و بومی‌های افریقا انجام می‌شده. همه این بازی‌های قدیمی بخشی از تجربه جمعی بشریت در مسیر تمدن بودن. اما از عهد باستان که بگذریم، برای پیدا کردن ریشه اصلی فوتبال امروز باید بریم به جزایر بریتانیا و قرون وسطی. هر کسی که کمی با تاریخ آشناست احتمالاً میدونه که بریتانیا در قرون وسطی واقعاً جای عجیبی بوده.
داریم درباره حوالی سال 1200 میلادی صحبت میکنیم، یعنی دوره قرون وسطای میانه. برای اینکه حس دقیق تری از زمان بگیرید، در ایران اون زمان سلسله خوارزمشاهیان حکم فرما هستند و ایران در آستانه حمله مغول هاست. اما در جزایر بریتانیا نبرد معروف هیستینگز بین نورمن‌های ساکن شمال غربی فرانسه امروزی و آنگلوساکسون‌های جزیره نشین به تازگی انجام شده و با پیروزی نورمن‌ها ویلیام دوک نورماندی پادشاه انگلستان شده. در اون بازه از تاریخ و در کنار این جنگ و صلح‌ها در منطقه فرانسه و انگلستان امروزی، داد و ستدهای فرهنگی زیادی هم بین مردم این مناطق اتفاق می‌افتاده. یکی از مهمترین اونها یک بازی مردمی بوده که در نورماندی فرانسه بهش میگفتن شول و در انگلستان ماب فوتبال. اوایل و در شهر اشبرن بخش داربیشایر بازی به این شکل بوده که بعد از اعدام یک مجرم سرش رو بین مردم مینداختن و مردم شروع میکردن به سر قطع شده ضرباتی رو وارد میکردن. بعد ساکنین هر محله برای اینکه اون سر قطع شده آخرش یه گوشه از محلهشون جا خوش نکنه، با هم دست به یکی میکردن که سر قطع شده رو به هر نحوی که شده با حمل و پاسکاری و ضربات محکم به محله یا روستای بغلی که معمولا رقیبشون هم بوده هدایت بکنن و در واقع اون سر قطع شده رو به اونا تحمیل بکنن. مردم محله یا روستای مقابل هم از هر راهی استفاده میکردن تا جلوشون رو بگیرن. خلاصه که این رسم بیشتر از اینکه یک بازی یا ورزش باشه، یک خرده آیین عرفی و سنتی بوده. از طرفی بعد از فتح انگلستان توسط نورمن‌ها، فئودالیسم در انگلستان تقویت میشه و با افزایش باج و خراج و مالیات برای مردم عادی، خشم عمومی فرودستان جامعه نسبت به فئودال‌های تازه نورماندی و حکومت پادشاهی قدرتمند ویلیام بیشتر و بیشتر میشه. مردم تحت فشار فئودالیسم نیاز به تخلیه روانی داشتند. پس میان و با الهام از این خرده آیین سنتی و ترکیبش با درونمایه‌های مذهبی، ماب فوتبال رو به وجود میارن. ماب فوتبال به این شکل برگزار می شده که اکثر ساکنان دو محله یا روستای همسایه در روزهای سه‌شنبه اعتراف و چهارشنبه خاکستر که از اعیاد مذهبی مسیحیان هستند، جایی بین دو محله یا روستا جمع می شدن و به جای اون سر قطع شده سعی می کردن که یک مثانه خوک باد شده رو به عنوان توپ به جای از قبل تعیین شده‌ای در محله یا روستای مقابل برسونن که معمولاً هم جلوی کلیساشون بوده. هر عملی به جز کشتن دیگران در رسوندن اون مثانه خوک به مقصد آزاد بوده. بازی ماب فوتبال سالها بازی محبوب انگلستان باقی میمونه. تغییراتی درش ایجاد میشه، از جمله در توپ بازی، و دیگه محدود به اعیاد مذهبی باقی نمیمونه. بعد از مرسوم شدن ماب فوتبال بین مردم، سال 1579 میلادی یک اتفاق مهم دیگه میفته. مسابقه بین دانشجویان دانشگاه کمبریج و مردم محلی شهر چسترتون منجر به یک دعوای وحشتناک با مجروحین و مصدومین زیاد میشه. دانشجویان کمبریج تصمیم میگیرن که از اون به بعد مسابقاتشون رو فقط در کمپس دانشگاه و زمین مخصوص و بین گروه‌های مختلف دانشجویی برگزار بکنن. این اتفاق باعث قاعده‌مندتر شدن ماب فوتبال میشه. کم کم بقیه مدارس و دانشگاه‌های انگلستان هم از همین سیاست استفاده میکنن و تیم‌های مختلفی داخل مدارس و دانشگاه‌ها تشکیل میدن.
کمتر از 300 سال بعد و در ابتدای قرن 19 تأثیر مثبت ورزش‌های جمعی روی نظم پذیری، روحیه کار گروهی و مدیریت دانش آموزان و دانشجوها به یک امر شناخته شده در اکثر مراکز آموزشی انگلستان تبدیل میشه. حوالی سال 1830 یعنی حدودای 200 سال پیش با به بار نشستن انقلاب صنعتی و راه اندازی شبکه راه آهن و فراهم شدن راه‌های ارتباطی راحت‌تر بین شهرها و دانشگاه‌ها، ایده برگزاری مسابقات بین دانشگاهی برای اولین بار مطرح میشه. اما مشکل اصلی نداشتن قوانین مشابه بین دانشگاه هاست. یعنی دانشجوهای هر دانشگاه با قوانین و متر و معیارهای خودشون بازی میکردن. اما میشه گفت که تقریبا تیم‌های دانشگاهی به 2 گروه کلی تقسیم می‌شدن. دسته اول تیم‌هایی که بازیشون بیشتر مبتنی بر ضربات پا و دریبل بوده، مثل ایتن، کمبریج و وستمینستر، و دسته دوم تیم‌هایی که بازیشون مبتنی بر استفاده از دست و پرتاب توپ بوده، مثل چلتنهام، مارلبورو و راگبی. برای اینکه مسابقات بین دانشگاهی شکل بگیره، قبل از هر رویارویی بین 2 تیم از 2 دانشگاه در مورد قوانین اون بازی توافقاتی صورت می‌گرفته. مثلا اگر یک تیم پا محور با یک تیم دست محور روبرو می‌شدن، قرار می‌ذاشتن که هر 2 تیم نیمی از زمان رو با قوانین پایی و نصف دیگه زمان رو با قوانین دستی بازی بکنن. اما بعد از مدتی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف تصمیم می‌گیرن که با محوریت دانشگاه کمبریج طی جلسات منظمی قوانین مشخصی برای بازی‌های بین دانشگاهی تدوین بکنن و برگزاری مسابقات رو نظاممند بکنن. همدوره با دانشگاه‌های جنوب انگلستان که مشغول قوام دادن به قوانین بازی‌هاشون بودن، در شهر شفیلد یک گروه غیر دانشگاهی که اعضای یک باشگاه کریکت هستن و بعضی روزها به جای کریکت با هم فوتبال پامحور بازی می‌کردن، اولین باشگاه مستقل فوتبال جهان رو در سال 1857 تأسیس می‌کنن و اسمش رو می‌ذارن باشگاه فوتبال شفیلد یا شفیلد FC. این باشگاه هیچ ربطی به دانشگاه‌ها یا نهادهای آموزشی نداشته و با قوانین خودش بازی می‌کرده که اتفاقاً بسیار شبیه به قوانین فوتبال امروز بودن و به قوانین شفیلد معروف هستند. 6 سال بعد در اکتبر سال 1863 دانشگاه کمبریج بالاخره بعد از سعی و خطای فرمول‌های بسیار در طول سال‌های مختلف قوانین تصویب شده خودش برای فوتبال پامحور رو به چاپ می‌رسونه. جالبه که فقط چند روز بعد و در روز 26 اکتبر 1863 نمایندگان 11 دانشگاه و باشگاه لندنی اتحادیه فوتبال یا FA رو راه اندازی می‌کنن که در واقع اولین فدراسیون فوتبال جهانه. بعد از برگزاری 6 جلسه بین اکتبر تا دسامبر 1863 اتحادیه فوتبال قوانین خودش رو با الهام از قوانین کمبریج چاپ میکنه. با پا گرفتن و پخته شدن روز به روز قوانین مبتنی به پا، باشگاه‌ها و دانشگاه‌هایی که بازیشون دست محور بود هم به تکاپو میافتن و اتحادیه راگبی رو شکل میدن و بالاخره در سال 1871 یعنی حدوداً 150 سال پیش فوتبال و راگبی به صورت رسمی از هم جدا شدن. در همین سال 1871 اتحادیه فوتبال اولین مسابقات جام حذفی انگلستان یا همون FA کاپ رو ترتیب میده که قدیمی ترین تورنمنت فوتبالی جهان به حساب میاد. بازی ها در 90 دقیقه و بین 2 تیم 11 نفره برگزار میشه و برای اولین بار استفاده از یک دروازه‌بان در هر تیم مجازه که میتونه از دستش استفاده بکنه. سال بعد یعنی 1872 اولین مسابقه بین المللی فوتبال بین انگلستان و اسکاتلند برگزار میشه که با نتیجه مساوی 0-0 خاتمه پیدا میکنه. در اون دوران بریتانیا بزرگترین قدرت اقتصادی و استعماری جهان بوده و به واسطه حمل و نقل دریایی بسیار قویش شهروندانش رو با مقاصد مختلف به سرتاسر دنیا میفرستاده و یکی از چیزهایی که این مهاجران و مستشاران با خودشون به اون کشورها میبردن فوتباله.
کارگران راه آهن انگلیسی مشغول در آمریکای جنوبی، دانش آموزان و دانشجویان انگلیسی در سوئیس و کلاً همه شهروندان انگلیسی در مناطقی مثل هند، استرالیا، افریقای جنوبی و کانادا تیم‌هایی رو تشکیل دادن که فوتبال یا راگبی یا ترکیبی از جفتشون رو بازی می‌کردن. در سال 1881 اولین مسابقه بین‌المللی فوتبال زنان بین تیم‌های انگلستان و اسکاتلند برگزار شد. اما فوتبال بازی کردن زنان در اون دوران تابوی بزرگی بوده، در این حد که در دومین بازی بین این دو تیم جمعیتی به زمین بازی حمله ور میشن و با خشونت زنان فوتبالیست رو مجبور به فرار میکنن. البته که داریم از حدود 140 سال پیش حرف میزنیم. بازم برای اینکه درک دقیق تری بگیرید داریم در مورد اواسط دوران ناصرالدین شاه قاجار در ایران صحبت میکنیم. در یک بازی 20 ساله فوتبال به قدری در جاهای دیگه دنیا طرفدار پیدا میکنه که کشورها خیلی سریع باشگاه‌ها و فدراسیون‌های خودشون رو تشکیل میدن. در سال 1902 اولین مسابقات بین‌المللی بین تیم‌های غیر انگلیسی انجام میشه و در اون بازی‌ها آرژانتین 6-0 اوروگوئه رو شکست میده و اتریش با نتیجه 5-0 مقابل مجارستان به برتری میرسه. بالاخره 2 سال بعد یعنی در سال 1904 فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا همون فیفا در پاریس تأسیس میشه. اعضای اولیه مؤسس فیفا 7 کشور فرانسه، اسپانیا، سوئد، دانمارک، هلند، بلژیک و سوئیس بودند و مسئولیت اصلی فیفا در ابتدا هماهنگی برای انجام مسابقات بین‌المللی بوده. فقط 1 سال بعد آلمان، ایتالیا و امپراتوری اتریش مجارستان هم به فیفا میپیوندند. اما وقتی که کشورهای بریتانیایی برای عضویت اقدام میکنن، با سنگ‌اندازی‌هایی از سمت فرانسه مواجه میشن که اصرار داره همه کشورهای بریتانیا تحت یک فدراسیون به فیفا معرفی بشن. اما خب هر 4 تای انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند فدراسیون‌های قدیمی خودشون رو داشتن و به دلایلی که احتمالاً میدونید اصلاً هم قصد ادغام با همدیگه رو نداشتن. در نهایت انگلستان همون سال به صورت جداگانه به فیفا ملحق میشه. در سال 1908 و در المپیک لندن فوتبال برای اولین بار به رقابت‌های المپیک وارد میشه. جالبه که در اون دوران المپیک به این شکل برگزار میشده که ورزشکاران حرفه‌ای اجازه شرکت در المپیک رو نداشتن و المپیک محدود بوده به ورزشکاران آماتور. به همین دلیل تیم ملی انگلستان که متشکل از بازیکنان آماتور بوده در این رقابت‌ها شرکت میکنه و قهرمان المپیک میشه. 2 سال بعد یعنی در سال 1910 فیفا درخواست 3 فدراسیون دیگه بریتانیا برای عضویت رو هم قبول میکنه و اسکاتلند و ولز و ایرلند هم به فیفا اضافه میشن و امکان بازی ملی پیدا میکنن. اما همچنان در المپیک تیم ملی آماتور انگلستانه که اجازه شرکت از سمت بریتانیا رو داره و این تیم باز هم در المپیک 1912 استکهلم قهرمانی در المپیک رو به دست میاره. در سال 1916 و حین جنگ جهانی اول آرژانتین برای جشن 100 سالگی استقلال خودش یک تورنمنت فوتبالی رو با برزیل، شیلی و اوروگوئه راه میندازه و همین رقابت‌ها بهانه و زمینه‌ای میشه برای تشکیل اولین کنفدراسیون قاره‌ای فوتبال یعنی کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی یا همون کنمبل. 4 سال بعد و در المپیک 1920 آنتورپ بلژیک، مصر اولین تیم فوتبال غیر اروپایی که در المپیک شرکت میکنه و 4 سال بعد هم در المپیک 1924 پاریس، اوروگوئه با اولین حضورش قهرمان غیر اروپایی المپیک میشه. فوتبال دیگه به مرحله تولید ورزشکارهای حرفه‌ای که در لیگ‌های جدی اون زمان بازی می‌کردن رسیده و این قانون المپیک که بازیکنان باید آماتور باشن باعث میشه که بازیکنان زیادی امکان شرکت در این رقابت‌های جهانی رو نداشته باشن. اینجاست که فیفا به فکر میفته که رقابت‌هایی رو مخصوص فوتبالیست‌های حرفه‌ای راه بندازه.
در سال 1928 و حین برگزاری المپیک آمستردام فیفا اعلام میکنه که قصد برگزاری رقابت‌های مخصوص فوتبال حرفه‌ای رو داره و برای مکان برگزاری چه کشوری بهتر از اوروگوئه که در این دوره المپیک هم مدال طلای فوتبالش رو تکرار کرده. اوروگوئه هم پیشنهاد میده که این مسابقات در سال 1930 و مصادف با سالگرد 100 سالگی استقلال این کشور انجام بشه و شروع میکنه به ساخت استادیومی مخصوص این مسابقات به اسم استادیو سنتناریو که هنوز هم در اوروگوئه معروف‌ترین ورزشگاه اون کشور. بالاخره در سال 1930 جام جهانی فوتبال متولد میشه. De 5 continentes, victoria tras victoria, supieron conquistar, luciendo la celeste, emblema de la gloria, impuesta por los hijos del gran suelo oriental, valientes defensores del Uruguay querido, que en tierras tan lejanas volvieron a lograr para la patria amada del general Artigas el título glorioso de campeón mundial. قبل از اینکه بریم سر داستان جام جهانی، اون داستان کاپ یورو شاید جای گفتنش همینجا باشه. همونطور که قبلا اشاره شد، پیر دولونی رئیس اسبق یوفا و کسی که اجرا کننده اولین مسابقات فوتبال یورو بود، دستور داد که نقش اون جوان یونانی که در حال بازی اپیسکیروس بوده روی کاپ یورو حک بشه. دولونی توی یه مصاحبه در سال 2005 از پدرش هنری دولونی به عنوان ایده پرداز اصلی رقابت‌های یورو یاد میکنه. شاید جالب باشه که بدونید هنری دولونی در کنار ژول ریمه یکی از طراحان اولین جام جهانی فوتبال بوده. هنری در دهه 20 میلادی قصد داشت رقابت‌های یورو هم در کنار جام جهانی فوتبال راه بیفته، اما حال و هوای جنگی اروپا اجازه اجرایی کردن این ایده رو بهش نداد. در دهه 50 میلادی هنری جزو مؤسسینه و در 10 سال اول بعد از تأسیس رئیس یوفا میشه. پیر میگه که پدرش هنری با اینکه فرانسوی بوده، یونان رو مثل مادرخوانده اروپا میدونسته و اعتقاد داشته که همونطور که لغت اروپا و البته بازی‌های المپیک ریشه‌شون در یونان باستانه، فوتبال هم وامدار اپیسکیروسه و بهتره که برای ادای احترام به یونان یک رقابت فوتبالی 4 ساله مشابه المپیک راه بندازن که بین کشورهای اروپایی برگزار بشه و چه بهتر که نمادش برگرفته از یونان باستان باشه. یه روزنامه‌نگار یونانی هم که دوست یکی از اعضای کمیته اجرایی یوفا بوده این گلدان رو پیشنهاد میده و یک نقره‌کار فرانسوی نقش جوان یونانی رو روی کاپ یورو حک میکنه و تا سالها جام ملت‌های اروپا منقش به این تصویر بوده. برگردیم سر اولین جام جهانی فوتبال. در ابتدا کشورهای اروپایی خیلی از برگزاری این رویداد در اوروگوئه استقبال نمی‌کنن. دلیل واضحش اینه که برای سفر دریایی به اوروگوئه تیم‌ها باید حداقل 2 هفته سوار کشتی بشن تا از طریق اقیانوس اطلس خودشون رو به امریکای جنوبی برسونن که خب مشخصاً ریسکای زیادی هم داشته و اینطوری رفتن، جا افتادن، برگزاری مسابقات و بازگشتشون حدود 2 ماه طول می‌کشیده. در نهایت فقط 4 کشور اروپایی فرانسه، بلژیک، رومانی و یوگسلاوی به این رقابت‌ها میرن. هر دو نماینده دعوت شده آسیا یعنی ژاپن و تایلند که در اون زمان بهش سیام هم میگفتن به علت دوری مسیر از شرکت در جام جهانی انصراف دادن و جالبه که تنها نماینده قاره افریقا یعنی تیم ملی مصر به علت طوفان در منطقه مدیترانه و جلو افتادن زمان حرکت کشتی عازم امریکای جنوبی از کشتی جا موندن و نتونستن شرکت بکنن.
بالاخره اوروگوئه و آرژانتین به فینال این جام جهانی 13 تیمه میرسن و انقدر رقابت بین این دو تیم با توجه به شرایط سیاسی و فرهنگی اون دوران شدید و جدی بوده که تا چند ساعت قبل بازی کسی حاضر نبوده داوری این مسابقه رو قبول بکنه و در نهایت تیم داوری با شرط محافظت امنیتی حاضر میشن که این مسابقه رو داوری بکنن. نکته جالب دیگه اینه که هر دو تیم توپ خودشون رو برای فینال میارن. یعنی بازی یک نیمه با توپ آرژانتین و یک نیمه با توپ اوروگوئه برگزار میشه و در نهایت اوروگوئه با نتیجه 4-2 پیروز میشه و اولین قهرمان جام جهانی لقب میگیره. 4 سال بعد ایتالیای فاشیستی موسولینی میزبان جام جهانی دوم میشه که برای اولین بار به صورت زنده از رادیو پخش میشه. جالبه که مدافع عنوان قهرمانی یعنی اوروگوئه در جواب به حرکت اروپایی‌ها و نیومدنشون به جام جهانی اوروگوئه حاضر نمیشه که در این جام جهانی شرکت بکنه. اون جام جهانی هم سهم ایتالیا میشه که در فینال با نتیجه 2-1 چکسلواکی رو شکست میده. وقتی فیفا اعلام میکنه که قصد داره جام جهانی 1938 رو در فرانسه برگزار بکنه، کشورهای امریکای لاتین خیلی عصبانی میشن چون انتظار داشتن که جام جهانی به صورت دوره‌ای به میزبانی قاره‌های اروپا و امریکا برگزار بشه. رقبای سنتی همسایه یعنی آرژانتین و اوروگوئه تصمیم میگیرن که این جام جهانی رو تحریم بکنن. از طرفی اسپانیا هم که درگیر جنگ داخلیه انصراف خودش رو اعلام میکنه. فقط چند ماه قبل از جام جهانی اتریش که به این جام جهانی راه پیدا کرده توسط آلمان نازی مورد تهاجم قرار میگیره. با اینکه این دور از رقابت‌ها در نهایت با قهرمانی مجدد ایتالیا بعد از پیروزی 4-2 مقابل مجارستان به پایان میرسه، اما جنگ جهانی دوم باعث میشه که جام جهانی برای 12 سال برگزار نشه. Meine Arbeit für richtig Geld. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesem Jahr für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. دوازده سال بعد و در سال 1950 برزیل میزبان جام جهانی میشه. اما وضع دنیا بعد از جنگ جهانی دوم طبیعی نیست. آلمان و ژاپن که به اشغال نیروهای متفقین در اومدن حق شرکت در این رقابت رو ندارن. کشورهای بلوک شرق هم با ظهور اندیشه‌های خاص خودشون شرکت در این مسابقات رو تحریم میکنن و در نهایت این جام جهانی هم مثل جام جهانی اول با 13 تیم برگزار میشه. نکته مهم اما اولین حضور انگلستان در این جام جهانی بعد از کشمکش‌های سالیان قبل با فیفا و البته درگیری جدی در جنگ‌های جهانی اول و دومه. اما جالبه که انگلیسی‌ها که خودشون رو در زمینه فوتبال برتر از تمام اعضای فیفا میدونستن، در همون دور اول و با شکست مقابل اسپانیا و امریکا از این رقابت‌ها کنار میرن. تمایز دیگه این جام جهانی برگزاری فینالش به صورت گروهیه. یعنی به جای یک تک‌بازی فینال هر کدوم از 4 تیم نهایی با قرعه کشی به مصاف 2 تیم دیگه میرن. این 4 تیم برزیل، اوروگوئه، اسپانیا و سوئد بودن. جالبه که به صورت کاملا اتفاقی قرار میشه که 2 تیم قدرتمند برزیل و اوروگوئه بازی آخر رو برگزار بکنن. این بازی در استادیوم تازه تأسیس ماراکانا برگزار میشه و 200,000 نفر تماشاچی برای دیدنش به استادیوم میان. وضعیت جدول طوریه که برزیل با یک مساوی هم قهرمان میشه، اما اوروگوئه با نتیجه 2-1 پیروز میشه و 200,000 برزیلی رو در بهت فرو میبره. Imaginarse la emoción, la alegría, ese
4 سال بعد و در جام جهانی 1954 سوئیس بازی‌ها برای اولین بار از تلویزیون پخش میشن. در این برهه مجارستان قدرتمندترین تیم جهانه که تا قبل از رسیدن به فینال 31 بازی ملی پشت سر همه که نباخته. پای دیگه فینال آلمان غربیه. مطابق انتظار و در همون دقایق 6 و 8 بازی مجارستان 2 گل پشت سر هم میزنه که اتفاقا گل اولش رو هم فراس پوشکاش معروف به ثمر میرسونه. آلمان غربی موفق میشه با 2 گل دقایق 10 و 18 بازی رو به تساوی بکشونه. durchgegangen nach dem Anspiel des Kaiserslautern hängen. Der zu seinem Clubkameraden Fritz Walter. Von Doch zu Rahn. Rahn und Tor! Tor für Deutschland! Tor! بازی با فشار خیلی زیادی ادامه پیدا میکنه، اما در عین ناباوری آلمان غربی در دقیقه 88 گل پیروزی بخش رو به ثمر میرسونه و موفق میشه که غول کشی بکنه. Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Bocik durchgesetzt. 3:2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende. این بازی به معجزه برن معروف میشه. درسته که فوتبال در خیلی از کشورهای جهان از جمله انگلستان و فرانسه و اوروگوئه سابقه چند دهه‌ای پیدا کرده، اما تعداد زیادی از مردم دنیا این اولین باره که با شنیدن و دیدن و حتی خوندن درباره 2 فینال ماراکانا و برن نوعی از غافلگیری، هیجان و لذت رو تجربه میکنن که انگار جای دیگه‌ای مشابهش رو ندیدن. جهانی که تا 10 سال قبل درگیر جنگ جهانی دوم خانمانسوز بوده، حالا در دهه 50 میلادی آماده پشت سر گذاشتن و گذار از اون دوران سیاهه و شاید فوتبال یکی از دستاویزهای مردم برای فراموشی و گذشتن بوده. همینجاست که رشد تصاعدی فوتبال شروع میشه. از اینجا به بعد کنفدراسیون‌های قاره‌های دیگه شکل میگیرن. جهان فوتبال و مردمش با پدیده پله آشنا میشن و خیلی زود عاشقش میشن. فوتبال باشگاهی در اروپا قوت میگیره. قوانین فوتبال و داوریش دستخوش تغییرات میشن. تلویزیون رنگی وارد میشه. پخش زنده فراگیر فوتبال در جهان گسترش پیدا میکنه. دست خدای مارادونا و گل قرنش آرژانتین رو قهرمان جهان میکنن. سودهای روزافزون دنیای فوتبال و وارد شدن به عصر دیجیتال اونو تبدیل به یک تجارت میکنن تا رسیدیم به امروز. قدم به قدم این مسیر سرشار از داستانهای عجیب در گوشه و کنار دنیا که به مرور در این پادکست بهشون میپردازیم. اما مردم خواسته یا ناخواسته هر روز بیشتر به این پدیده ساخته و پرداخته خودشون دل میبندن و بها میدن و لذت و زجر توامانش رو تجربه میکنن. ما هویتمون، کمبودهامون، برتری‌جوییمون، نفرتمون، انتظاراتمون، امیدمون، عمرمون رو به فوتبال گره میزنیم و دقیقاً نمیدونیم چرا و چطور. آیا ما به گفته غیر فوتبالی ها گرفتار یک دور باطل و بیمورد و احمقانه شدیم یا اینکه وارث و ادامه دهنده یک تجربه مشترک و اصیل بشری هستیم که وصف احوال عینی و حسی و شهودیش در کلام نمی گنجه؟ میشه گفت تنها چیزی که قطعیه اینه که فوتبال فراتر از یک ورزشه. Der ist ausgeführt, kommt zu Bocik. Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern.